اگر خواهی با عذابت نقطه میگذارم. پلید او را سرده مرا پرو، او را سرده مرا پرو. نمیشنوی؟ پلید مرا پرو، پلید. من تو را البته پیدا میکنم. در کجا باشد؟ وقتت رسید شیرا. من تو را میابم و جانت را که یک پولی کوچک ندارد میسیتانم. قراباته کجا شد؟ او از پس همون رازیل به جنگل شتافت. چیکار میکنیم؟ از پسش میرویم. اگر به 7 قبط زمین در روی هم من تو را میابم شیرا. جگرت را کنده به دستت میدهم. حیوان! هر خودت میدانی. نه لازم نیست. نه نپرانید، نپرانید، نپرانید. با دقت باشید، شاید آنها از یگانجا معلومات پیدا کردند. اگر خواهی میفهمیم. بفهمید. از کرولا شکنجه داده معلومات پیدا کنید. اگر چیزی نگفتند هر دویشان را پرونید. من با شهر را تماس میگیرم. تمام. نپرانید، نپرانید. ایستا. چی گپ شد؟ حاضر با درگان گفتگو کردم. اینها شیرو را به دام افطانیدن میخواستند. نخستین را معلوم کرده، سپس آنها را کشتن لازم است. اینطور نمی شود. او تنها آماده فرمان می دهد. چی؟ یک فیسین را نیز کرده نمی توانیم؟ جنابان، به من راه دهید. من رفته او را نابود می کنم. کوشش کردیم کجایید؟ باری دیگر کوشش میکنیم. چی شده است؟ این کار چندان آسان نیست. همو تعمیرگری عادی هم نیست. در پسی او کسی میستد. وگرنه چطور تنها جرأت میکند که به این جا آید؟ بله، یگانه چیزی که من میدانم، حالا او برای کاری کردهش خوب جواب میگوید. پروندیم نافتید، کشتیم نمرد. پس از هر یک حمله من او باز هم پرقوتر میگردد. مادرش، پدرش، عروسانش همگان فوتیدن. یگان خیش و تبار هم ندارد که دزدیده او را تهدید کنه. باید که یگان جای سستی خودش را داشته باشد. یقین که او هم دارد. ها، او گمان میکند که ما آرامکک رفته تسلیم میشویم. او چی دیوانه شده است؟ این دفعه از 7 جایش نه و از 77 جایش پراندن لازم. نه این طور نمی شود. آرهن درست میگوید. این آدم تنها نیست. در پسی او یا دولت میستد و یا یگان کسی دیگر. وگرنه از حد زیاد دلپرانه رفتار نمیکرد. تا من اجازت ندیم شمایان یگان کار نکنید. یگان علاجش رو میابیم. راهی دیگر نداره. معلوم می شود که یوز نبوده است. مبادا او نفهمیده باشد که من او را گمان بر می حسابم. بلا سند.
بزرگان. شیرا با من خبری ناخوش نرسون شیرا گوی که